تا کجا باید دویدن، تا کجا باید رسیدن. آنچه را می نگرین نام فیلم است و نام رفتن. دریافتین که وقتی از رفتن سخن است، مهاجرت رفتن همراهی میکنه و این فیلم درست به همین نکته پرداخته. زیستار هموطنان ما را، البته برش از او را در ایران نمایش میده و ما این فیلم برگزیدیم به خاطر حوادث خونین اخیر که دشنه جهل و شرارت عده کثیر چند صد تن هموطن ما را به دیار عدم فرستاد. فیلم ساخته برادران محمودی است و بازیگر زن این فیلم، هنرپیشه زن، واقعا خوش درخشیده و خوش می درخشه، بازی خوبی ارائه میکنه. دیگران اینوز، ولی آنچه جالب و ارزنده هست قابگیری هاست، کادرها و حرکت کامera است که به نظر ما در بیشترین موارد با کنکاش، با تأمل و دقت چشم کامera حوادث را قاب میگیره، مکس ها را معنی میده و گزاره ها را افاده میکنه. فیلم رفتن زیاد داستانی نیست، به نحو گزارش گونه هست، ولی در متن خود داستانی را هم به نمایش میگذاره که داستان درد و اندوه هست. درد و اندوه جوانی، یا بهتر بگوییم جفتی که مهاجرت یا پرده یا سپهر سیاه مهاجرت اونا را در برابر حوادث قرار میده. یک نکته را باید پذیرفت، فیلم در ایران ساخته شده. یقینا که کارگردان دست و دلش بسیار باز نبوده، محدودیت های فراراهش بوده. هرگاه محدودیت های اقتصادی را کنار بگذاریم، ممکن است محدودیت های سیاسی اجتماعی هم برش دست و پاگیر بوده. ولی آنچه ارزنده است، فیلم گپ داره، فیلم میگه، فیلم نشان میده و فیلم تصویر میکنه. این کار است که متاسفانه یک عده زیاده از سینماگرای ما از او عبور میکنن و الا هرگاه چشم بگردانیم در هر گوشه وطن هزار داستانش وجود داره که میشه ازش فیلم ساخت، میشه بهش پرداخت و تحسین بر برادران محمودی که چنین مورد را فوکس میکنن، به او میپردازن و در قالب یک فیلم حکایت را بیان میکنن که درد و اندوه همه را در خود داره. مهاجرت و پسایند مهاجرت و دردهایی که چون خنجر به سینه ها فرو میرن و مهاجرتی که به کشور همسایه صورت میگیره. تصور آن است که ما همگونی های بیشماری داریم، ولی این فیلم در عمل نشان میده که مرزهایی وجود داره، حدهایی وجود داره و چنین است که داستان فیلم در گوشه های از زندگی مهاجرین ایران میدود. کارگردان به تیپولوژی یا تیپ سازی بسیار نپرداخته، بیشتری نه در مدار کرکتر واحده که همانا دختر فیلم است و قهرمان مرکزی میچرخه. اما با این همه در میانشان ما تیپ هایی را هم میبینیم و منگریم که از این جهت فیلم ارزنده است. در یک کلام، فیلم
گاه اگر بپذیریم که کاستی هایی داره ولی ممیزاتش بسیار بالاست، مخصوصا که انگشت گذاری به این امر به مهاجرت و از دید کسی که خودش در حریم مهاجرت زندگی داره و زیستار خود را در اوجه